الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، جا دارد که اولا و نخست شکرگزار پروردگارمون باشیم، رب العالمین باشیم که ما را در یک آزمون و انتخابات بزرگ پیروز کرد و ملت ایران موفق شد و پیروز شد. ما امروز در چشم جهانیان احساس عزت میکنیم و احساس غرور میکنیم که ملت ایران به صحنه آمد و در یک جهت بسیار خوب حرکت کرد و موفق شد. جا دارد که بنده از ملت شریف و ملت هوشمند ایران اسلامی تشکر کنم و قدردانی بکنم که با تشخیص صحیح، تشخیص درست و با معرفت به پای صندوق رای آمدن و با وحدت و انسجام فرد شجاع را و فرد صادق که دارای صداقت هست و مدیر و مدبر هست برای اداره کشور و برای اجرای قانون اساسی انتخاب کردن. جناب آقای دکتر روحانی به جناب علی تبریک عرض می کنم و به شما مبارکباد میدم که شما بار دوم رای اعتماد ملت را کسب کردید، به نحوی عمل کردید که مردم ایران بیش از گذشته و دوره اول که جناب علی را انتخاب کردن به صحنه آمدن و به شما رای دادن. بنده این انتخابات برای ما خیلی خاطره داشت. شور این مردم و حضور گسترده این مردم و رای بالایی که به جناب علی دادن در دوره دوم به نظر من بی‌سابقه هست در تاریخ نظام. جناب آقای دکتر روحانی، مردم عزیز، ملت شریف ایران، برادران و خواهران اهل سنت، شما به عزت اسلام و به عزت ایران فکر می کنند. ما برای سربلندی ایران، عزت ایران و امنیت ایران فکر می کنیم و به ایرانی فکر می کنیم. برادران و خواهران اهل سنت، شما در این انتخابات وفای خودشون را به ایران اسلامی و حمایتشون را از سربلندی ایران اسلامی به نمایش گذاشتن. و تا جای برای جناب علی مطمئن باشید و همه مردم ایران عزیز مطمئن باشند که اهل سنت یک عضوی از این پیکره بزرگ و عظیم ملت ایران است و برای دفاع از تمامیت ارضی و برای امنیت ایران و سربلندی ایران هر کاری از دستشون بر بیاید انجام خواهند داد. یک خواسته بنده مطرح میکنم خدمت جناب آقای رئیس جمهور، خواسته برادران و خواهران اهل سنت شما آن هست که ایران مطرح بشه، وطن مطرح بشه، قوم مطرح بشه و مذهب مطرح نشه. دین بین ما و بین الله تعالی است. اول شخصیه
و حاضرم جان بدم برای تمامیت عظیم و سربلندی ایران، معادلات ایران را در معادلات های بین المللی و منطقه‌ای بالا میبره و عزت ایران را بیشتر میکند. برادران و خواهران اهل سنت آمادان به هر جایی که جناب عالی سلام بدانید، دولت جناب عالی سلام بدانه، آمادان جانانه خدمت بکنند و خواستار یک تغییر اساسی و یک تغییر بنیادی در نسبت به اقوام و مذاهب هستند و نسبت به جامعه اهل سنت. موفقیت به شما. صلی الله علیه و سلم.